با لباس سفید، یکی سیاه و یکی سفید. سفید مثل بخت و عشق، سیاه مثل حال و روز سیاه دلان کوردل و بخیل و حسود که پیوند این دو گل نوشکفته را بر نتابد. آقا همون چای حاضره؟ عروس و داماد چینی، این عروس و دامادهای چینی دل به دل یکدیگر دادند بیان که فکر کنند هر لحظه ممکن است ضربه‌ای هولناک قلب چینیشان را به دو نیم تقسیم کنند و آنها که اهل دلند میدانند قدرت عاشقی از هر قدرتی بالاتر است. بیا جنسشون چینیه اما مرامشون چینی نیست. اصلا یه باتری خوب بندازی یه عمر دور خودشون و خودتون میچرخن. دعوا معوام تو کارشون نیست. بیا چنده؟ 3 تومن. دومی میدی به من؟ چیزی نداره بالا. 2 و 700 آخرش. بده بپیچم. دست شما برم. سفر با سرنوشتین جدایی دست او گریه مکنی که سرنوشت گر من از تو جدا کرد آب بر دلهای ما آغمی آشنا سلام اعظم خانم.
صبح بخیر. دلوان هستم و خبرهای هفتاسی جوان را به آگاهیتان میرسانم. مخترعان ایرانی با کسب 8 مدال طلا، 6 مدال نقره و 1 مدال برنز مقام نخست جشنواره بین‌المللی مخترعان صربستان را به دست آوردند. تیم 12 نفری مخترعان کشورمان همچنین توانست پسر تو اینجا چیکار میکنی؟ یا ابوالفضل عزیز بیا ببین کی اومده. عزیز خب خوش اومده. خسته نباشه. بابا همچین صدام کردی نصف عمر شدم. بده مادر سکتو به من. دست درد نکنه. یه دفعه اومدی بیچاره بابا هول کرده. ببین بچم چه لاغر شده. اونجا خورده خوراکش خوب نیستش که. چی شده؟ به من بگین چی شده؟ هیچی مادر. برو دستاتو بشور یه چیزی بخور بعدم قربونت. آخه میدونه آره احمد قرار مرخصه نبود که منم یه بردست کارگر گرفتم آوردم پلو خودم. الان 2 روز با من میاد سر کار. حالا شما چند روز مرخصی هستی که من جوابش کنم بره؟ 10 روز. 10 روز؟ رفتم در خونه اعظم خانم در کوبید تو صورتم. اومدم اینجا به جای که شما خوشحال بشی هول کردی. آقا جعفر شما زمستون سرما من بچه بودم توی برف و یخبندون کارگر نمیگرفتی، الان توی اوج بیکاری کار پیدا نمیشه شما رفتی کارگر گرفتی. رو پیشونی من چی نوشته عزیز خانم؟ رو پیشونی من چی نوشته؟ رحمت خر است. لا اله الا الله. کجا میری حالا؟ میرم خونه اوسخلت. آقا رحمت بیا و کار بیشتر از خرابترش نکن. برو سر زندگی. چیه باز من نبودم شما رفتین سر مهریه پهریه حرف دادین بحث کردین دعوا کردین؟ بابا این مهریه رو شما مگه میخوام بدین؟ بابا کی حرف مهریه رو زد؟ آخه این مهریه میکنه. آخر هفته قراره که ریحانه خانم عروس بشه. دعوایی نیست که. چی میخواد بشه؟ حرفاشون هم زدن، همه کاراشونو کردن، فقط آخر هفته دست به دستشون میدن. داد و بیداد راه نندازی تو محل بیا بروی کنی. من اصلا یه همچین آدمی هستم. میرم صحبت کنم، اگه صحبت کردم تازه خیلی منطقی درست صحبت کنم. حواسم هست. لااقل بیا صبونه بخور. اعظم خانم سلام. از دیروز تا حالا 2 مرتبه من سلام کردم شما در کوبین تو صورت من. مگه من کی هستم ها؟ برای چی از من میترسی؟ من لولو خورخوره هستم؟ به من گفتی برو سربازی برگرد بیا، برگشتم اومدم الان. چی شد؟ منو فرستادین دنبال نخودشیا، فکر کردی من نمیفهمم؟ همش صبر کن بفهم. بیا الان چی شد؟ در باز کن. من حرف ناصاب چه نمیزنم. اگه حرف ناصاب زدم شما در باز نکن دیگه، منو بندازین بیرون دیگه در باز نکنین. باز کنین. من چی میگم؟ در باز کنید بابا. بی‌لحظه قفلوچ اتفاقی افتاد آقا؟ نه خیلی جام سلام. باز کنید. با شما آقا مشکلی پیش اومده؟ خانوادگیه. جناب سروان با زنش بحث شده، چیزی نیست. شما مادرشی؟ بله مادرشم.
اینجا خونه کیه؟ خونه پدر زنشه، چیزی نیست. الان خودم میام پای میارمش بالا. آها متوجه شدم. یه دقیقه بیا اینجا. بیا اینجا جوونی چیزی رو نمیتونی بیا. سلام. اقل حرف مادر تو گوش کن. به در همسایه چه مربوط شما با هم اختلاف دارین؟ یه ذره غیرت داشته باش. آقا 20 سال بنده دارم با زنم زندگی میکنم، صدامون از در خونه بیرون نیومده. هر موقع هم تازه میخوایم داد بیداد کنیم اینجوری صحبت میکنیم. از من به تو نصیحت، هر چیز زنت میگه بگو چشم، بذار رو چشمه. بلدرون رو هم انداز که بد میبینی. حالا اول راهی گرمی حالیت نی، بعدا میفهمی من چی میگم. بعد میگم بگو بد میگی. ای بابا شما هم خانم خودتون ناراحت نکن. من باهاش صحبت کردم متوجه شد. من چه عطارکی میشم، 2 تا کوچه بالاتر مشکلی پیش اومد بیان دنبالم، اونجا منو میشناسن، میام باهاش صحبت میکنم. دستتون درد نکنه. برو تو. رحمت. میاد. برو. خداحافظ. وا نایستا دیگه. جواد عباس بله جمال هست؟ اینجا چیکار می‌کنی؟ جمال هست؟ چی؟ با جمال کار دارم. جمال جمال بله باید کار دارم باش احمد تو اینجا چیکار میکنی کچل ها؟ کارت کی تموم میشه؟ بیا بالا یه چای بخور الان تموم میشه بیا بالا اصلا کارت خوشم نمیاد. کارت کی تموم میشه میگم؟ من سرنخ لباس قیچی میزنم تا 3-4 تموم میشه. بیام دنبالت. باشه خداحافظ. احمد تو حالت خوبه؟ آره خوبه. خداحافظ. جواد سرت به کارت باشه. سلام آقا جون. آقا جون اومدم مثل 2 تا مرد با هم حرف بزنیم. شما به من گفتین برو سربازی مرد میکنه آدمو. به حرفا موش میکنی. بچه جون پاشو برو تا با تیپا ننداختمت بیرون. شیرینی گرفتم من. پسر جون من 1000 تا کار دارم حوصله ندارم. پاشو برو. دو کلمه میخوام هم حرف بزنیم. میخوام نزنی. تو من خود خانواده نداری پا میشی میری در خونه مردم قیل و قال را میندازی. لگد به در خونم میکوبی. زنم میگه پا شدی اومدی جلوی در همسایه در خونه هر چی به دست رسیده گفتی. آخه مگه تو کی هستی؟ چی کاره ای؟ دامادتم. من برای ریحان خانم سوغاتی گرفتم، میخواستم سوغاتی بهش بدم. شما مگه به من قول ندادین؟ به من گفتین که برو سربازی بعد یه کارش میکنیم. من رفتم سربازی اومدم اینم شما دخترتون داره شوهر میدی. شما من قول دادین. من نمیذارم ریحان خانم شما شوهر بدید. من نمیذارم. رحمت برو بیرون. پاشو برو بچه.
رحمت یه بار دیگه واسه دختر مزاحمت ایجاد کنی میدم دست پلیس. منم اگر نکنم نامزدش حتما این کارو میکنه. برو پسر جون سر زندگیت. تو زندگی این اونم سرک نکش. آماده است بفرمایید. بخور. تو چرا از این پسره چی به من نگفته بودی؟ آمارش وسط گرفتم. تو میدون با افروشی داره. اسمش امیر امانیه. وضعشون خوبه؟ کوچه سلامتی رفتی؟ کجاست؟ میبرم نشونت میدم. سردتر کوچه همه مستاجر اینان. وانت هم داره باش بار میبری میدون. آقا سس داری؟ سس زدم. بخور سرد میشه و دم میفت. چند سالشه؟ 35 سالی داره. سیبیل داره. اینجای کلش هم اون نداره. از این کچر پول داره است. خونش رو بهم نشون میدی؟ چیکارش داری؟ میخوام باشه حرف بزنم. میخوام بهش بگم که خیلی نامرده. نکنه میخوای دعوا رو بندازی؟ اگه دعوا رو بندازم پشتم هستی؟ ما 2 نفریم اونا 1000 نفر. اگه بریم تو محلشون میزن سرمون 3 سوته میزننمون. من و تو جفتمونم زورمون به تکش نمیرسه. یه فکرایی زده به کلم. چه فکرایی؟ گفتی صبح با وانت میاد میره میدون ها؟ به نوشته روزنامه اورشلیم پست در گزارش امسال خریداران سلاح در جهان اسرائیل از عربستان سعودی پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش اسرائیل امسال در یکی از آقا جعفر ببند اون رادیو رو. بیا میخوام شامو بکشم. بشین اونجا. جون عزیزت خاموش کنه رادیو رو. بابا به ما رحم نمی‌کنی، به موتورش رحم کن. آخه چی می‌خوای از جونت؟ این هم اخبار گوش دادی یاد نگرفتی همشو. عزیز من فارسی داره میگه، ترکی نمیگه که شما نفهمید که. بعدش هم اخبار یه جور چه نیست، هر روز فرق میکنه. هیچ فرقی نمیکنه. عزیز رحمت پس کجایی؟ بیا. عزیز ساک من شما برم ریختی؟ آره گفتم لباسات نمونه توش بوی نم بگیره. حالا کجا داری میری شبیه لباس پوشیدی؟ با جمال میخوام برم یه جا برگردم. یه دونه عکس با یه دونه مجسمه توش بود. اونو چیکار کردی؟ خیلی قشنگ بودن. آقا جعفر تازه انداخته، ببین چقدر قشنگه. عکس تازه است؟ به به چه قشنگم شده تو لباس نظامی. خیلی. مجسمه چی شد توش بود؟ تو اون اتاق گوشتم تو بوفه. نگران نباش. میدونستم واسه من نیوردی. برداشتم جلو چشت نباشه. هر موقع خاصی خودت برداشت. کجا حالا غذا رو کشیدم؟ بابا پیشش بخورین و مردیم و کشتی. سلام. بریم. برد و چرخه آقاتم بیا، پیاده دوره. یه دقیقه صبر کن. پس چی شد؟ غذا رو برگردونم تو قابلمه؟ آره برگردم. من یه سر میرم با جمال میرم جون کار دارم برمیگردم. باز ندی شبیه مشکل درست کنی رحمت. ما اینجا آبرو داریم ما. بابا اگه میخواستم برم اونجا که چرخ بر نمیداشتم که. در ببن. سلام. سلام.
خداحافظ. صبر کن. فکر کنم همین خونش. همین که روبروه. من از اون فردا اونجا آقا جواد آقا امانی هم آقا جواد اینم امانی میبخشید خواب بودین؟ نه رو کردم خواب شده شما هم کن دخمه دارین؟ چه خبره؟ فوتبال مزاحم شما شدید یکم آفتاب گردون باید داشته باشم صرف کنم اینم بچه نخور باشم باید بیارم هر رزا رو این پستم بگیره باشه بعد شما در بیرون رزا نصف شب به خاطر شکمش چه سرصدایی رو انداخته. کیه این دیگه؟ فکر کنم باباش. بابای امانیه؟ آره. کجایی ما میکنی بچه؟ چی؟ سنگ زدم به گربه یه نفر گفت آه چی شد رضا؟ تموم شدی؟ فرستادمش اومد آقا امانی از شما درد نکنه شبت بخیر دیوونه بود. فکر میکنی تنهایی فردا از پسش بر بیای؟ من دیوار 10 روزه رو 3 روزه رنگ زدم. چی داری میگی؟ آقا شما دست نزن این کار شما نیست، کار ما جووناست. کت شلوار دارین، کت شلوارتون کثیف میشه. بابا نه بابا برو تو ماشین پنچر درست شد صدات میکنه. برو بابا. بچه خودتونه؟ بله. چشم و سلج روشن. بله. میگم خدا حفظش کنه. ایشالله آخر هفته قضیه برای دیگه ها؟ چی فرمودین؟ میگم آخر هفته شیرینی ما میرسه دیگه. شما کجا فهمیدین؟ ای بابا همه اهل محل میدونن. اینجور خبرها خیلی زود میپیچه. ما همسایه ایم دیگه. خواهش میکنم چشم. انشالله داره هم جمع بشیم یه چای شیرینی داره هم بخوریم. ای بابا یه چای شیرین؟ ملت 7 شبان روز جشن میگیرن سوروسات میدن. شما میخوای به چای شیرین تمومش کنی؟ والا ببینم خدا چی بخواد. البته شما راست میگی ها. یه آدمی که یه بچه هم داره نباید بکنه تو بوق و کرنا این قضیه رو. کوچولو صدا کنیم بیان بریم به کارتون برسیم. تموم شد. دست شما درد نکنه. من باید چیزی پرداخت کنم. این حرفات چیه؟ ما مثل بعضیا بی معرفت نیستیم. ببخشید. دستم کثیف بود. داشتم رد میشدم. گفتم یه کاری کرده باشم. شما لطف کردین. خیلی ممنون از من. برم که مثل چی داره دیرم میشه.
خب با اجازه من برسونمتون. نه بابا این حرفات چه 4 تا کوچه اون طرف داره دیگه میرم دیگه زحمت میشه براشون. نه خب چرا برسونمتون؟ بابا نه من فقط بچه رو بردارم سر خیابون بذارمش. من در خدمت شما هستم. یه لحظه فقط اجازه بدید. آقای کجا بریم؟ تازه اومدیم کجا بریم؟ یعنی چی؟ خودتو به اونم نزن. چی کار داری میکنی؟ میخوام یه کار کنم بفهمی دزدی چه حالی میده. دزدی کدومه؟ دزدی چیه؟ دزدی ناموس. میدونی دزدی ناموس چیه؟ ناموس چی؟ دزدی ناموس اینه که با یه بچه رو میفتی بری دنبال دختر مردم دنبال ناموس مردم. نه ناموس نگفتم ناموست داره؟ ها ناموست نگفتم؟ بگردی 4 تا اینجوری میفروشی یه کوچه مستاجر داری آدمی به این چیزا نیست. بگردی اون بابا تکی نبود تو چیکار میکردی؟ بابا چرا چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت میگم؟ وقتی ریحان خانم آوردمش در خونتون بهش گفتم بفرما تیکه که واسه گرفتن اینه یه بچه داره میخواد با تو ازدواج کنه اون موقع میفهمی یعنی چی؟ بابا ازدواج کدومه؟ بابا کی خواست زن بگیره؟ اول صبحی عجب گیری افتادیم. پس تو خلی انگار. منو با کی اشتباه گرفتی؟ اشتباه نگرفتم. این وانت مال کیه؟ ماشین اداره است اینها. اتومبیل خدمت نابغه. مگه تو امیرامانی نیستی؟ صاحب خونمونه. البته با اجازهتون. تو هم که جلو کلت ریخته که اشکالی داره؟ بعد مالیات بدم؟ پس این مراسم که گفتی چیه؟ گفتی آخر هفته یه مراسمی داری چای شیرین میخوای بدی؟ بچه‌م میخواد به دنیا بیاد. ببخشید از شما اجازه نگرفتیم. وانت امیر امانی آبیه، این زرده، یه نیسان آبی. جمال هست؟ ها جمال رفته بازار دنبال مخمل. کارش داری؟ کی میاد؟ عصری میاد. بهش بگو میام دنبالش. باش. عباس آقا یه سر کارت بابا. دست شما درد نکنید. چه میوه‌های خوبی. خواهش میکنم. دیگه اگه واسه خانواده زنمون میوه خوبم نیاریم پس چیکار کنیم واسه خانم؟ این شلیلا رو هم ما فقط به مشتریای سفارشی حاج آقای خودمون میدیم ها. دستتون درد نکنه. به بچه‌ها هم گفتم چند تا صندوق دستچین کنم برای شب مراسم بذارن کنار. دیگه با اجازهتون. امیر خان. بله. به مادر سلام برسونی. بگین اگه ما رو قابل میدونن و سرشون میگیره شام تشریف بیارن یه لقمه نون و پنیر داره هم بخوریم. نفرمایید خانم. اونجا هم که هست مال شماست. فقط اگه اجازه بدین برای شب من یه خورده گوشت کبابی میگیرم. نه من خودم یه چیزی درست میکنم. شما زحمت نکشید. زحمتی نیست. اگه کاری چیزی هم داشتین زنگ بزنین. من خودم بچه‌ها رو میفرستم براتون. خدا عمرتون بده. خیلی دیگه اگه ممنون. امری ندارین من مرخص میشم. خیلی ممنون. ان شاءالله که از خجالتتون در بیاد. خواهش می‌کنم. با آخرجم سلام برسون. چشم. بزرگیتون. خدا نگهدار. با اجازهتون. خواهش می‌کنم. Olan ha, köş kaşar. Da. Lavasına
الان به روی ماه نشسته وحید یا آبم بگیم ماشین. با آقای امانی کار داشتم. بفهم والا. فرمایش. امیر امانی اومدم دو کلمه با حرف بزن. بیرون بارون میاد. حالا میاد یا نمیاد؟ دعوا داری؟ حالا دعوا دارم، اصلا منم دعوا کنم. تو از دعوا میترسی؟ ببین داداش، دو کلمه بگو حرف حسابت چیه؟ بذار به زندگیمون برسیم. ای واسه زندگی نکن. تو اگه مرد بودی زندگی دو تا جوونه به هم نمیریختی. واسه تو بنداز بینم. همینجوری سرتو انداختی پایین اومدی تو. برو بیرون تا ندادم باید اینجا گل کوچیک بازی کنن. آدم نمیشی تو. برو میگم به تو. آدم بار. فکر کردی دو تا شلیل آوردی اونجا یه وارد خلاصه داریم آدمی بگه که آدم چشم ناموس بقیه نداشته باشه. ببین اگه یه دفعه دیگه اسم ناموس بیاری هر چی دیدی چش خودت دیدی. چیه؟ هیچی نشده. سر 3 روز ناموس شده ریحان خانم. از 3 سال قرار باشه ازدواج کنم. ببین اگه اسم زن منو بیاری خدا قسم انقدر میزنم خودت زنده سخترانی بعد نفسم خودت باستا میرم باس وحید بچه درستی باستا میرم زن عزیز و گرامی ببین چیکار کرده پیرنو. از مدینه آورده بودم. خب آخه عزیز به تو چه؟ اگه بلایی به سرت می آورد چی؟ عزیز جان اگه شما تو خیابون بری یکی بیاد کیف شما رو به قاپه ایست که شما رو نجات نده چی؟ نه والا خدا بیامرزه مادر تو. حالا چقدر بد داد؟ عزیز جان من به خاطر پول که این کارو نکردم که. همین که خودش خوشحال شد برای من کلی بود. کارمند بود بنده خدا. این پیرن میشه خرید، این پیرن میشه دوخ، ولی حقوق بنده خدا رو که نمیشه دوباره برگردون که. 1 ماه حقوقش بود. حالا این بیچاره کارمند کدوم اداره بوده که وسط برج بهش حقوق دادن؟ چه سوالایی میکنی آقا جعفر؟ من میرم در باز میکنم. جماله میگم این یارو خدا کنه که دست بزن برای زنش نداشته باشه وگرنه این ریحان خانم بیچاره همیشه با چمدون در خونه اوز خلجه. اوه من üzüm bu karıya. Yadından çıxıb ki nəcür bu əziz mənim arvadım oldu. من حدس بگم مثلا با یه اخبار گول خاص بسم بیر بلا oğulluq gib qablıq yalanımla haxıcım baba xuda duruğam بگم. پسر جون عروسی خونه روبروی اینجا چیکار بکنی تو؟ سلام. با دست گل اومده عیدت رفیقش. من برم گلدون برم واسه گل. قشنگی. میگم نرم اونجا کتکم بزنم. بابا به خاطر من نمیخوای نقشی رو با آژانس بازی کنی؟ این کار برای من بکن به روی مادام کار 10,000 تومانی من رجوع کردی من برات انجام میدم خدا شده. کت شلوار برای چی پوشیدی؟ مگه خبر خواستگاری مگه تو؟ نه ولی هیچ لباسی این مگه خبر خواستگاری مگه تو؟ نه ولی هیچ لباسی این دستگله نمیمد. نگاه کن بابا صدات بیار پایین بابا. دم در مورد وان تابیه بود؟ آره بود؟ آره بابا پس اینجا چیکار میکنی؟ برو دیگه بابا. عزیز الان میاد برو. خدا عزیز صرف بیام تو. بابا کجا بیای تو؟ برو دیگه بابا. آقا جعفر اون میواری که زور خریدم کجا گذاشتی؟ تو صندوقخانه است. اومدم. کیه؟ سلام. شما؟ من جمالم راننده آژانس. چرا داد میزنی؟ میگم من جمالم راننده آژانس. اینا آقا رحمت خواستگار ریحانه خانوم
با دسته خودشون سفارشی دادن. بفهم. مرتی که چرا مزخرف میگی؟ اینا که خونهشون همین روبروی آژانس کدومه؟ آره، برای اینو آقا رحمت خواستگار ریحان خانم از شرکتشون فرستادن. بده من ببینم اینو. الان من میرم تکلیفم با این پسر روشن میکنم. ول کن. در باز کن بی پسری. چه خبره؟ جعفر آقا در باز کن. نصف شبه چرا داد میکشه آقا خلط؟ پسرت خونه است؟ نه خیر. کجاست؟ خب الان با رفیقاش یه دونه شرکت خدماتی زدن اونجا مشغولن. چه؟ نصف شب؟ بله نصف شب. گوش کن پدر جان، همسایه عزیز، رفیق حرفی بزن بابا. خیلی خوب، حرفم میزنم. بلندم میگم که پسرت بشنوه. من که میدونم خونه است. اگر یک بار دیگه مزاحم خانواده من بشی، رحمت هر چی دیدی از چش خودت دیدی. حیف چه همسایه‌ای. نه الان میدونستم باهات چیکار بکنم. ببین به چه کارهای آدمو وادار میکنی؟ دیگه بس رحمت کاری بزرگ تویی؟ آره. بیا بریم. کجا؟ شدنتری. برای چی؟ همه چیز اونجا معلوم میشه. بزن برم لباسم بپوشم. با مأمور دولت سر بس نکن. بابا برم لباسم بپوشم همشهری تز گرلم. سیگار داری؟ من ترک کردم. سیگار میخوای؟ آدم سر پوستش سیگار میکشه؟ نه خیر. رحمت قره‌گزلو تویی؟ ما رو باش کیو نصیحت میکرده؟ گفتم اگه تو شوهرش بودی عمرن در خونه پدرزن اونجوری میزدی. ولی خب آدم تو زندگی اشتباه زیاد میکنه پسر. تو چرا مزاحم ناموس مردم شدی؟ ناموس خودمه. تو به گور خودت خندیدی ناموس خودته. همچی بزن. شما آروم باشین. آروم باشین خواهش میکنم. چی آروم باشم جناب سروان؟ پدرمو در آورده. آبرو تو محل برام نذاشته. پا شده رفته سراغ داماد ما چه علم شنگه ای را انداخته. رفقاشو نصف شب میفرسته در خونه من خیمه شب بازی. ما چی کار بکنیم؟ کیو باید ببینیم که تو دست از سرمون برداری؟ میدونی اگه کسی مزاحم ناموس مردم بشه مجازاتش چیه؟ من مزاحم نیستم جناب سروان. اینا به من قول دادن گفتن شما برو خدمت برگرد ریحان خانم میدیم به شما. من با پدر مادر خودم اومدم خونه شما خواستگاری. تنها که نیومدم که شما میگی مزاحمت ایجاد کردی. خود ریحان خانم 10 مرتبه برای من چایی آورد تعارف کرده.
خود شما دفعه آخری که من اومدم خونه شما خود شما برای من شیرینی تعارف کردی، گفتی به سلامت بفرمایید شیر. الان چی شده ها؟ الان چی شده بعد 1 سال و نیم از خدمت برگشتم این خدمت من جناب سلام خدا شده من اصلا خدمت نمیخواستم برم. من 3 سال غیبت داشتم. من به خاطر حرف شما که گفتیم برو سربازی برگرد بیا من ریحان خانم میدم به شما من رفتم سربازی. حالا چی شده من برگشت؟ چه اتفاق افتاد؟ چه خبره؟ من که میدونم چه خبره. من خبر دارم که بله من وانت آبی ندارم. صاحبخونه که نیستیم هیچی مستحضریم. بابای منم تاجر که نیست. کارگر نقاش ساخت. ولی مسخرت من که خوشبختی به این چیز اون روزم گفتم اعدام کنید سرمو ببریم من پاش واسدم. من نکن گریه داری میکنی؟ من نهی گریه میکنی اینجا رو نکن. پاشو برو یا به صورتت بزن. پاشو گریه نکن. سرکار هم بزنی ایشونو بر تو حیات صورتشو بشوره برای شدون بیار بجون. پاشو بابا جون پاشو گریه نکن. پاشو گریه نکن. بیا بریم. زودی برش کردم. بس دیگه چقدر دست صورتو میشوری؟ تو صورت داره کم نمیشه. بیا بیرون به شماسه را بیفت و بریم. بیا دیگه. ببینم تو سیگار داری؟ سلام خدمتی 11 ماه 23 روز. با من امر نیست؟ بفرمایید. چقدر به موقع اومدی؟ بیا اینجا. بیا اینجا امضا بده. اینا هم که میگم بنویس. چی هست؟ تعهدنامه است. شما بنویس. این جانب اینجا بنویس. این جانب رحمت قره‌گوزلو فرزند کی؟ آقا جعفر. فرزند جعفر. آقا جعفر. آقاشو حتما باید بنویسی. شناسنامه آقا داره. خیلی خوب. فرزند آقا جعفر به شماره شناسنامه چنده؟ 440 440 صادر از اسفنجان. تعهد می نمایم که از تاریخ امضای این تعهدنامه هیچ گونه مزاحمتی جناب من مزاحم نشدم. بنویس اینا که میگم. هیچ گونه مزاحمتی را برای شاکی پرونده و خانواده‌اش ایجاد ننمایم. در غیر این صورت پاسخگو خواهم بود. خیلی خوب. 2 تا امضا اینجا رو بنداز. خیلی خوب. دست دردم بده من. نمیخوای از اوسخلش تشکر کنی؟ دست شما در نکن اوسخلش. به خدا خیلی آدم خوبی بوده گذشت کرده. مگه مردم گذشت میکنن؟ قدرشو بده. شما کار نداری؟ قربون شما سلامت باشین. متشکرم. سلام. خداحافظ شما. به سلامت اوسخلش. رحمت بهت میگم جلو جناب سروان دارم بهت میگم اگه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه کاری بکنی که دامادم و دخترم برنجن بلایی به سرت میارم که تا 10 روز بعد از عروسی ریحانه از اینجا بیرون نیای. دوست شما نگران نباش. خیالتون راحت باشه. بفرمایید. به سلامت.
حواستو جمع کن، همسایه خوبی داری. ببین 2 تا امضا اینجا زدی بهش میگن تعهدنامه، این برا دیگه نبینمت. گفته باشم. چرا اینجا بایستادی؟ چی به تو بگم آخه؟ از صبح تا حالا کجا بودی؟ رفته بودم با جمال یه جا کار داشت. منو نگاه کن. دارم با تو حرف میزنم، اونجا رو نگاه نکن. چی میخوای در بیاری از پشت اون پرده ها؟ رفته بودم با جمال یه جا کار داشت. با جمال رفته بله با جمال رفته بودم. دروغ که نمیگم عزیز خانم. جمال از صبح دوبار اومده دنبالت گفته با تو کار فوری داره. چه کار فوری داره مثلا؟ مگه با هم نبودی؟ الان باید من بگی عزیز جان. کجا میری دوباره؟ آقا جعفر رو 200 منتظر گذاشتم که بیایی با هم نهار بخوریم. شما نهار بخوریم برای منم بذارید. من سر از کار تو در نیاوردم. رحمت سلام، بیا بالا. تو بیا پایین. هیچکی نیست، من عباسی. عباس کارت ده. ببین یه چیزی راجع به این امانی میدونه، میخواد بهت بگه. چی شده؟ بیا بالا. عباس بیا بهش بگو. بیا بالا بهت بگم. بیا بالا. برو در واکن برو. اجازه است بیام تو؟ چی کار داری؟ چیز شیرینی آوردم براتون. خسته نباشید. بفرمایید. دستم کثیفه. اینجا گذاشتم. شیرینیش مخصوص سفارشیه. اصلا این شیرینی با بقیه شیرینی‌ها فرق داره. گفتم یه شیرینی مخصوص فقط برای اوسخلج بذار. بفرمایید استاد. کمک لازمه من کمک کنم. بابت صبح دست شما درد نکنه اومدین اونجا. ببخشید دیگه به هر حال. استاد دیگه ایشالله به امید خدا دیگه ایشالله همه چیز دیگه داره تموم میشه ایشالله. من که چشم آب نمیخوره تو آدم شده باشی. این شیرینی سفارشی دم وردار. یه 3-4 روزی که آسه رفتی آسه اومدی مزاحم مردانه نشدی اون وقت بردار. خواهش میکنم اسخر از من اصلا به خاطر همین قضیه اومدم خدمت شما. اومدم بگم که اصلا نگران نباشید برای اینکه شیطون ریشه خودشو خودش زده. به قول عزیز عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عدو چیه؟ حرف تو مثل بچه آدم میزنی یا دوم تو بگیرم از دکون بندازمت بیرون؟
پس من میرم سر اصل مطلب. من می‌خواستم اول مقدمه چینی کنم. رحمت باشه برو بیرون. میگم. این شاهزاده داماد شما قبلا زن داشت. تو از کجا میدونی؟ خوشخلص تو رو خدا اعصاب خود خورد نکن. اصلا مسئله مهمی نیست. شانس آوردیم تازه فهمیدیم. بیا یه لیوان آب بخور. نمیخوام بهم آب بدی. چرا دست از سر من و دخترم بر نمیداری؟ چی میخوای جونم ول کن دیگه؟ ببین با درفش میزنم تو سرت خونت میافته گردنم ها. امروز صبح یادت داشتی التماس و گریه زاری میکردی؟ بدبخت دلم به حال سوخت. بشکن این دست که امضا دادم تو رو آزادت کردم. گم شو از مغازه من برو بیرون. یه بار دیگه اینجا ببینم تو خونت گردن خودت. برو بینم. رحمت اگه یک کلمه جلوی زن و بچه‌م از این ماجرا بگی تو همین کفاشی میکشمت. هری برو. چی بگم تو این جواب بیعق میدی وقتا کنه. به نظر تو پول مهم نیست. کی چی داره کی چی نداره. پسر جون تو این دور زمونه تو یه نفر پیدا کن. یه نفر که با عشق عاشقی رفت ظرف اون زندگیش تو دومیش باش. من میرم. برو. چرا میخندی؟ پول که نداری، نون که نداری، دقیقه یه بارم این در خونه ها دعوا را میندازی. پس چی هستی؟ پروفسور حفودی؟ من میگم شما اگر میدونستی یارو زن داشته قبلا به خاطر پول دخترتو بهش میدادی یا نمیدادی؟ اون حرفو خودتو بزن. بابا جون اگه قرارش هر کی زن داشته بره خواستگاری همه بگن خبر با ما، اون موقع ترافیک مردای دست دوم تا پتلفورد میره. میفهمی؟ من خودم تا حالا 10 دفعه رفتم خواستگاری. 16 بار. حالا ببین بابا جون اون خدا بیامرز 12 سال رفته روحش شاد، ولی من حضور دارم، نفس میکشم، هستم، میبینه که. پس چرا هیچ اتفاق نیفتاد؟ خب علت داره. هر جا بره بگی بله نیم ساعت بعدش میگه ببخشید یوسف آقا شرمنده شما پسر دوست دارید دختر؟ من چی باید بگم؟ نه خب بگم پسر. نه این پسر من سیبیلم داره. من تو این سن و سال بچه میخوام واسه چی؟ زنگول پا داوود لازم دارم؟ ببینم تو تا حالا به خودش حرف زدی یا نه؟ با تو هم؟ نه حرف زدم. چرا حرف زدم؟ 2-3 بار. خواستگاری هم که رفتیم البته فقط بزرگتر حرف زدم، من حرف نزدم دیگه. خب چی گفتی؟ چی گفتم که نصری برده بودم، گفت قبول باشه، من گفتم قبول درگاه حق باشه. گفتش که من بهش گفتم ریان خانم ظرفش باشه من فردا خودم میبرم. فرداشم دیگه متاسفانه نرفتم. تو خیلی کاری کردی کارسو. چی میگه مرد حسابی؟ 3 دفعه رفتی خواستگاری هم چرت و پرت گفتی؟ حقیقتش آقای سفروم نمیشه با دختر صحبت کنم. تو 3 دفعه رفتی تا حالا خواستگاری، هدفت هم خیلی بوده، خلاف شهرم که نکردی. تو باید یه کاری کنی مهرت به دلش بیفته، فکر کنه تو با آدمای دیگه فرق داری، یه موجود جدایی، تافته جدا بافته ای. همینجوری که نمیشه. ببینم اصلا تو میدونی چه رنگی رو دوست داره؟ نه همینه دیگه. میخوام موفق شده باشه، نمیشه. ببینم چند روز مونده دیگه تا عروسی؟ 2-3 روز دیگه. 3 روز. جربوزه‌چی داری بری ببینیش تو این 3 روز؟ خجالت میکشم. خجالت میکشی؟ چرا اون موقع که در خونه‌ش داد بیداد را میندازی خجالت نمیکشی؟ حالا خجالت میکشی؟ نه آخه من چی بگم بهش؟ اونش با من هستی؟ هستم. ببین یه چیزم بهت بگم، دختر اگه خودش نخواد هیچ کس نمیتونه به زور مجبورش کنه. کجا میری؟ من دفعه مزرعه. چی؟ میدم دستشویی زمینی. هم 2 تا تلفن همراه فردا جور کن.
یادت نره. باشه آقا یوسف فلوستات داره. چی داره؟ فلوستات. غذا تو بخور. جنگل پرباران. رحمت 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 پاشو رحمت چی میگی؟ رحمت خواب میدیدی؟ چی شده؟ یه ساعته دارم صدات میکنم تلفن کارت داره با من؟ بگو خودم الان زنگ میکنم. جماله میگه کار فوری دارم. جماله؟ گوشی رو تو گوشت صرف کنیم و آبرون نره. این شگردم من توی فیلم یاد گرفتم جواب داده بود نشون به اون نشونی که آخر فیلم دختره و پسره میرسن به هم. آقا یوسف آنتن نمیده موبایل اگه قطع شد دوباره بگیر تو خدا میزنی ها بابا. این شمارش ریزه این شماره این گوشی رو بگی من چشم نمیبینم. بده. الو دکتر بزن. الو 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 صدا میاد؟ صدا میاد برو دلش برو دیگه خیالت تخت باشه. باش من رفتم. ببین اگه یه وقت مادرش در واکت نترسی ها محکم واسه میخوام 2 کلمه حرف با ریحانه خانم بزنم همین. برو من رفتم. خدا الو آقا یوسف رسیدم. زنگ بزن. بگو اومدم 2 کلمه باید حرف بزنم. میخواستم با شما حرف بزنم. فکر کنم پدرم همه حرفا رو باهاتون زده باشن. من که نزدم. ولی من که نزدم. شما چی میخواین بگین آقا رحمت؟ چرا قطع کردی؟ آقا رحمت ببینین آقا رحمت اگر مادرم بیان دم در نمیدونم چی میشه ولی باور کنید منم اصلا از وضعی که برای شما پیش اومده راضی نیستم ولی مادرم خیلی اصرار دارن الانم قضیه دیگه خیلی جدی شد آقا رحمت گریه میکنی؟
میخوای باش عروسی کنی؟ میخوای باش عروسی کنی؟ نمیخوای 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 خوب آقا تمام شد؟ عزت هم جواب شما فاکتور کن. آره نه حاجی جون شما بفرست بیاد. قربونت برم بابا، ما و شما که با هم دیگه این حرفا رو نداریم. مال من. آره شما بفرست، من فاکتور میکنم حاج آقا. آره خیالت راحت باشه حاجی. حاجی من یه مهمون دارم، قربونت برم، خودم بهت زنگ میزنم یه دونه ای. قربونت برم، مرحمت زیاد. مادام یه چیز بهت بگم، حساب کار بیاد دستت. اتفاقا منم دلم برات تنگ شده بود، میخواستم پیغام بدم بیای ببینمت. که چی؟ هیچی، بشینیم با هم دوتا چایی بخوریم، یکم اختلاط کنیم. حالا خودت اومدی حساب کار دستت میاد. ببین گلابی، اگه یه بار دیگه ببینم پشت سر من زرت و پرت کردی که این زن داره و فلان و بهمان، میدم این پایین ببندنت زیر میوه ها کپک بزنی. اگرم فکر کردی اومدی اینجا منو بترسونی با این عراجیفی که بافتی، فقط محض اطلاعت میگم بدبخت بابای دختره خیلی زودتر از تو میدونست. فقط همه مثل تو بیعقل نیستن که لنگه حاجیت سخت گیر میاد. حالا داستانو فهمیدی؟ برو رد کارت. اگرم دنبال دعوا میگردی این پایین 2-3 نفر هستن، بگم بیان قشنگ بتکوننت. من برای دعوا نیومدم که. واسه هر چی که اومدی اون چیزیو که باید میفهمیدی فهمیدی. شاخو بادکش کن گل ببینم. حالا تو گوش کن، اومدم یه چیز بگم، حرف آخر. نمیذارم عروسیت سر بگیره. عروسیتو به آتیش میکشم. ببین یه چیزی بگو به قیافت بخوره. من حرفمو زدم، خیلی هم جدی زدم. شما میخوای شوخی بگیر، میخوای جدی بگیر. خیلی مواظب خودت باش. گلابی هم خودتی. چی شده؟ این وقت روز اینجا چی کار میکنی؟ داشتم رخت میشستم، یه دفعه این افتاد کنار تشت. رحمت نوشته نمیذارم عروستون سر بگیره. نوشته عروستون رو به آتیش میکشم. غلط کرده. پسره جغله حالا تهدیدم میکنه؟ نکنه واقعا یه بامبولی برای عروسی را بندازه. من میترسم یه کاری کنه پسری بذاره بره، عروسی به هم بخوره. نه خانم نگران نباش. اولا که از این رحمت از این بخارا بلند نمیشه، بعدش هم اگرم بخواد کاری بکنه مملکت قانون داره. خلج اگه پسره بذاره بره قانون به چه درد ما میخوره؟ دیدم که رحمتم بگیرم بکشم، چه فایده داره؟ پسره رو که بسپر به من، اگه خوابش دست منه. من میترسم. خانم نگاه کن. بیا راحت شدی؟ بفرمایید. تمام حرفای رحمت به اندازه این کاغذ پاره ارزش داره. شما اصلا نگران نباش. این دوتا عروسی میکنن میرن خونهشون، بچه دار میشن، ما نوه‌دار میشیم. اصلا خانم شما برای چی اینجا وایستادی؟ مگه قرار نیست که فردا با داماد برین خرید عروسی؟ چرا؟ خب برو خونه با ریحانه بشین، اینا رو قشنگ روی کاغذ بنویس که چی میخوای بخری دیگه. منم یه تعمیری دارم بعدش میام خونه. خیالم راحت باشه؟ بله معلومه که راحت باشه. برو نگران نباش. خلج بله
جون دخترم. خانم جان شما اصلا یه کاری بکن آبرو ریزی نشه. ای بابا شما نگران این چیزا نباش. بفرما ازم. باشه اینو قایمش کن. سلام آقا رحمت. نه درو نبندی. میخوام دو کلمه حرف باید بزنم. ولی من هیچ حرفی با هیچ کس ندارم. ولی من دارم. منم هر وقت اومدم حرف بزنم یا در کوبید تو صورتم یا از نیروی انتظامی مأمور آوردی یا کتک زدین. الان که فهمیدین من اومدم تهدید کردم اومدی بگی نکن دیگه، غیر از اینه؟ رحمت تو یه چیزایی رو نمیدونی. چه چیزایی رو؟ به من بگین چه چیزایی رو؟ من فقط میدونم که شما من قول داده بودین الان زدین زیر قولتون. الان هیچ چی نمیخوام بدونم، فقط نمیذارم یه قطره آب خوش از یالو هیچ کس پایین بره. رحمت مگه تو نگفتی ریحانه رو دوست داری؟ خودت گفتی. بلم کن ازم خانم دیگه. رحمت ما فردا صبح با این امیر میخوایم بریم خرید. بعد از اینکه از بازار برگشتم میام باهات حرف میزنم. من حرفی هست ازم خانم، حرفی هست همین الان به من بزنین. فردا 1000 جور اتفاق ممکن بیفته. الان نمیشه. اوز خلج بیاد علم شنگه به پا میکنه. اگه بفهمه من با تو حرف زدم پدرمو در میاره. من باید برم. تو هم اینقدر خودتو اذیت نکن. پشت محوطه جریمه فرصت برای تیم لیورنو، فرصت در زاویه بسته و بوفون در شرایطی نامتعادل با چهره خندان نشان از اعتماد به نفس این دروازه‌بان داره. اینطوری کرایی کورنر می‌گیره. 10 سال سن داشت. دروازه‌بان ذخیره در تیم پارما نشون داد که میتونه یک دروازه‌بان آینده دار باشه و به خوبی هم استفاده کنه. ای بابا دوباره پیوز بود به بابا. جناب سروان
سلام جناب سروان. جناب سروان. بفرمایید زنخانم بفرمایید. جناب سروان این پسر اومده. چی بود؟ رحمت قرقوزلو. رحمت قرقوزلو بگم بیاد تو. بیاد تو، خودت برو به کارت برس. بیا برو تو. به به آقا رحمت گل، چه عجب یاد ما کرده. بگی بشین. آقا رحمت اقول بخیر توپت پره. جناب سروان اومدم یه چیز بگم به رحمت منو ببین، تا دیگه شبگردی هم میکنی. داشتم از اینجای رد میشدم. شما بیدار بودیم مگه؟ بیدار بودم، روم نشد چشمو وا کنم. هی باز بشین بگو زن میخوام. اونجوریش هم داریم ما. جناب سروان میخوام بزنم زیر قولم. اومدم بگم بهتون که بعدا نگین فلانی چقدر نامرد بود زد زیر قولش به ما نگفت. چی کار میخوای کنی؟ راحت باش حرفتو بزن. میخوام بزنم زیر قولم دیگه. میخوام همه چی رو داغون کنم. میخوام اصلا عروسیشون رو به هم بریزم. شده 10 سالم برم زندان، میرم زندان، ولی نمیذارم این کار سر بگیره. رحمت اون ورقا که امضا کردی هیچ میدونی چه مسئولیتی رو دوشت داره؟ میدونم. خیلی خوب، پس مثل بچه آدم آروم برو خونه بشین زندگیتو کن. آخه پسر خوب، زن من چه گلی سر من زده؟ یا اصلا نه، انصاف داشته باشیم، من چه گلی تا حالا سر اون بدبخت زدم که تو میخوای این کارا کنی؟ میخوای زندگی خودت و پدر مادر خراب کنی که چی بشه؟ دوست ندارن دخترشون بدن به تو، میخوام بدن به یکی دیگه. تو چه کاره آخه تو؟ من دامادشونم. اینا به من قول دادن، گفتن برو خدمت برگرد، ما دخترمو میدیم به شما. الان چی شده؟ یه یارو اومده 4 تا میوه داره، یه ماشین داره، از این ماشینا چیز داره، یه خونه داره، بزن زیر قولش. مگه میشه جناب سروان؟ آقا رحمت منم باشم همین کارو میکنم، تو هم باشی همین کارو میکنی. هیچ پدر مادری راضی نمیشه آقا دخترش بره خونه وقت سر گشنه سر بالین بذاره. نمیدونم دخترش بچه بغل پای پیدا دنبال درمونگاه بگیره شب نصف شب. تو راضی میشی؟ همه دنبال خوبن دیگه، مگه دنبال بدن؟ آره من حالا هر چی میگم هیچ کس نمیفهمه که. شاید تو حرفای ما رو نمیفهمی. تا حالا به این قضیه فکر کردی؟ درسته، اصلا من با بقیه فرق دارم، من اصلا نمیفهمم. برای همینم میخوام بزنم زیر قولم. با اجازه جناب سروان. رحمت یعنی چی؟ سرکار رمضانی. بله. پرونده این قرقوز رو برداری بیار. بجو من باگانه بگی بیار. چشم. اعصاب ما واسه یعنی چی؟ گرفتار شدیم ما. الو بفرمایید. من سروان سلطانی هستم. بله همون پرونده رحمت قرقوزلو که ازش شکایت کرده بودین. نه بابا چه زحمتی، وظیفه ماست. راستش من یه ذره نگرانم. البته بیشتر راجع به خودش نگرانم که یه وقت گرفتاری عجیب غریبی درست نکنه کار دست ما نده. من که خود جوون و یه خودم عصبی، همین نگرانم کرده. برای همین میخوام از شما خواهش کنم قبل از اینکه مراسمتون رو برپا کنید تشریف بدید اینجا، یه هماهنگی با ما صورت بگیره که یه وقت اتفاقی نیفته، کنترل ما داشته باشیم بد نیست. نه چیزی نه نگران نباشین، چیز خاصی نی، ان شاءالله که اتفاقی نمیفته، همه چیزم به خیر و خوشی تموم میشه با امید خدا. ولی دورادور یه کنترلی داشته باشیم لازمه، بد نیست. یه موقعی اتفاقی اگر قراره بیفته اونم نیفته. بله خواهش میکنم. انشالله فردا بعد از ظهر شما تشریف بیارید اینجا، ما مقدمات کار رو انجام بدیم. بسیار خوب. باز نه عزیز من، وظیفه ماست، شما اصلا نگران نباشید، همه چی رو بسپارید به عهده ما. مطمئن باشید. خداحافظ شما. خداحافظ.
سلام. سلام. اعظم خانم اومده با تو کار داره. چی کار دارم؟ اما کسی کار ندارم که. بگو بره. رحمت. رحمت در باز کن. رحمت من با شما کاری ندارم. دیروزم گفتم اصلا شما با کی میخوای حرف بزنی؟ واسه چی میخوای حرف بزنی؟ من چه کسی نیستم که. مطمئن باشه که من جای اون پسر دامادت شده بودم با سنن که هیچی، با قاطرم نمیتونستم ببرمت برای عروسی دخترت خرید کنی. رحمت اگه در باز نکنی تا آخر عمرت هم نمیفهمی چه بلایی سر ما اومد که دخترمو دادم به این پسره. رحمت درو باز کن. نمی کنی؟ باشه بازم کن. رحمت من چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ این آزمایش‌ها رو ببین. حدود 1.5 سال پیش بود. ریحانه یه دفعه گفت دلم درد میکنه. شبونه بردیمش بیمارستان. گفتن آپانتیسشو عمل کردن. یادته که دست گل خریدی اومدی ملاقات. بعد از چند روز دوباره بچم دلش درد گرفت، عین مار به خودش میپیچید. من فکر کردم جای بخیه‌شه، دیدیم نه، هی زیاد و زیادتر شد. دوباره با اوستا گرفتیمش بردیمش مریض خونه. اونجا گفتن ما مشکوکیم. یه کرور آزمایش دادن بهم تا فهمیدن چشه. چی شده بود؟ ریحانه من سرطان معده داره. گفتن من ببری سونوگرافی. بردیمش سونوگرافی. بعد تو سونوگرافی گفتن یه قده دیدی. قده رو دادن آزمایش. نمیدونم چه کارایی کردن، چند روز طول کشیده. من رفتم مریض خونه اومدم تا جواب دادم. گفتن قدش خوشخیمه، ولی هر چند وقت یه دفعه ممکنه دوباره بزنه بیرون. این نیست که دیگه خوب شده. یادته گفتیم رفتیم مسافرتمون کجا بود؟ بچه رو بردم خونه خواهرم خوابوندم که در همسایه نفهمم مریضیش نپیچه تو در همسایه. هیچ. ریحانه خوب شد، دل دردش آروم گرفت، برش داشتیم آوردیم خونه. الان دوباره آخه چیزی که از خدا پنهون نیست چرا از تو پنهون باشه؟ دوباره 2-3 هفته بچم یه دل دردایی داره. رحمت هیچ پدر مادری دوست نداره بچهش هم اینجوری جلوش آب بشه، لاغر بشه، کوچیک بشه. چیکار کنم؟ به خدا قسم ما خیلی دلمون میخواست تو دومادمون بشی. از خدا میخواستیم ولی نشد دیگه. این آزمایش ها، این خرج این مریضی نمیدونی چقدر زیاده. تو میتونستی بدی؟ شاید باور نکنی اگه بگم تو رو اندازه ریحانه دوست دارم دروغ گفتم، ولی من و استاد تو رو خیلی دوست داریم. خیلی دلمون از تو دامادمون بشی. الانم تو اگه ریحانه رو دوست داری یه کاری نکن که بعدم پشیمون بشی. گفتم بهت بگم، هی نمیذاشتی حرف بزنم. گفتم الان میگی این اوستا چقدر بدجنسن، به من قول دادن و اینجوری کردن. مجبور بودم، چیکار کنم؟ من اینو
من اینو برای ریحان خانم سوغاتی آورده بودم. برای سلامتی و خوشبختی عروس و دومات صلوات بفرستید. محمد و آل محمد. چند سال دیگه مونده؟ 2 سال دیگه مونده. دست درد نکنه. بیبه چقدر دیگه داریم؟ سلام. برای بابا برسونید دمیتون. اما جان تو به قضا بره. ببرم اینا رو اینه که توستی ببرم مسخلت کمک میخواین ببخشید. اینجا چی کار میکنی؟ حالا سرشو میندازه پایین همطوری میاد تو حیاط خونه مردم بفهمه. پاسدی که بفرمایید. واسه این برای پیدا شده آلبالو. ببین اگه فکر مکری تو کلته بی خیال شد. این آدم ها رو میبینی دیگ میبرن دیگ میارن یه کله بهت بزنن فاتح. برو دنبال دردسر نگه. برو باری کله. به سلام آقا خلت خدا قوت. به سلام امیر جان. چطوری؟ قربان شما. توی این پسر باید اینجا پیدا شده بود. دیوونه است. اومده میگه که میخوای بهت کمک بکنه. این از دیروزه این از امروزه چه چیزیش میشه انگار. امیر سلام گرگ بی طمع نیست. مگر یه کاری دسته میسپردم 2 تا سیمون میگرفت به هم دیگه میزد استثال میکرد. میدونی چه بلبشویی میشد؟ خودم حالشو دارم آقا. اسخلت چه دقیقه بیا. یه دقیقه بیا. دستم بند. اسخلت میگم یه دقیقه بیا. من بیام ازم خانم؟ نه با خود اسخلت بیا. امیر خان بیا میوه رو بیار. اومدم. چه؟ خلت دل درد ریحانه خیلی زیاد شده. من دل درد داشت؟ آره شب دلش درد میکرد آروم شد اما بچم یه نیم ساعتیه الان بدجوری دلش درد میکنه. ببینم حالا نمیشه این 2 شب یه جوری دووم بیاره؟ نه بابا حالش خیلی بده میترسم تو عروسی از حال بره. آخه من که نمیتونم جلوی این پسر برش دارم ببرمش بیمارستان. نه من چه کار کنم؟ ریحانه از حال رفت. باید ببرمش بیمارستان. بیارش. امیر بیا کمک کن بیارش. میترسم خانم نگران نباش. آروم نگران نباشید یا آپاندیس یا یه دلدر چیزی نیست. سوار شید. امیر بریم اونجا. اینه اورژانسش هم همینجا پیاده شد. آقا امیر شما ماشین رو ببر پارک کن بعد بیا. من کمک میکنم. ریحانه رو بریم بیارش. ببر ماشین پارک کن. زود باش.
ببخشید خانم، اومدم برای مریضی که همین الان آمادم آجان پرونده تشکیل بدم. نسبتتون چیه با مریض؟ شوهرشم. یه فرم پر کنید. بفرمایید. تو بگیرد خانم جوادی یه زنگ بزن دکتر بیگلری بگو هر جوری هست امروز بیاد بیمارستان. 8-9 ماه مریض رو نیاوردن اینجا، حالا یارو اومده داد میزنه میگه که یه کار کن دل دردش خوب شه. همین امشبم خوب شه، انگار من مسکنم. کی دکتر؟ همین دختری که تازه آوردن اورژانس. اتفاقی افتاده دکتر؟ شما؟ من شوهر همین خانومی هم که الان آوردن. خلک واسه میخوام باهات حرف بزنم. واسه اوز خلک میخوام باهات حرف بزنم. واسه میگم واسه اوز خلک واسه میخوام باهات حرف بزنم. پیرمرد من خیار رو رنگ میکنم جای موز میفروشم، تو میخوای سر منو کلا بذاری؟ میگم باز کن رو. چی؟ خفه میشی یا خودم خفت کنم؟ آره چی میگی؟ دخترم مریضه. یک بار دیگه فریاد بزن. چیکار میکنی؟ برو بابا، 2 ماه منو علاف خودتون کردین. برو بیا بیریز بپاش بخر. میخواستین دختر مریضتون رو بندازین به خیک من؟ فکر کردین اگه بعد عروسی میفهمیدم دهنو میبستم؟ نه داداش، من حال و افشنبه نیستم. سلام ازم خانوم، چرا اون پشت قایم شدی؟ خواستی بدبختی منو جشن بگیری؟ بیا جشن بگیر. خواستی اینجوری واسه من مادری کنی؟ باشه. آره اوز خلج، آره داد بزنیم بگین عروسی دخترتونه، بگین عروسی دختر اوز خلجه، بگین عروسی دختر اوز خلجه. مواظب خودت باش. رسیدی زنگ بزن و من نگران نشم عزیز.
برو بابا جون، برو خدمت رو درست حسابی بکن، برگرد ببینم چیکار میکنیم ان شاء الله. دست خدا به همراه. خداحافظ. به سلامت. مواظب خودت باش بابا. ده خیر این مره ده خیر. کجاشو گفتن؟ محله رخشورا. پلاکشون بلد نیستم، تازه اومدن اینجا مستاجرن، اسباب کشی کردن. آقاشون کفاشه. اوسخلج پیشوایی. یکی اون طرف تازه اساس آورده. اسم رسمش هم نمیدونم. دست شما درد نکنه. سلام.